با سلام خدمت بینندگان تلویزیون نگام از سری گفتگوهای سایت نگام در خدمت آقای محمد برزگر دبیرکل حزب وحدت ملی ایران از ونکوور هستیم. ضمن سلام خدمت شما آقای برزگر، به عنوان سوال اول بفرمایید که با توجه به نزدیک شدن به مراسم تحلیف و سپس معرفی اعضای کابینه، در خبرها داشتیم که لیست اعضای کابینه به دفتر رهبر ارسال شده، حالا یا جهت بررسی یا جهت تاییدیه گرفتن. این اقدام از لحاظ حقوقی و از لحاظ مواد قانون اساسی آیا مغایرت یا مطابقت داره و چه تبعاتی رو به دنبال خواهد داشت؟ منم خدمت شما و همه مخاطبین عزیزتون سلام عرض میکنم. خدمتتون عرض کنم که در مورد لیست کابینه، البته خب چند وقت پیش بوده که برات یه دفتر رهبری تکذیب کرده بود که من لیست کل کابینه رو بخوام نظر بدم. ولی علیه حال این به عنوان قانون، ما هیچ جای قانون اساسی نداریم که به حال رئیس جمهور برای تنظیم کابینه به نظر رهبر اکتفا بکنه، بعد که به حال نظر رهبری در داخل کابینه لحاظ بشه. این موضوع معمولا یه رویه شده، به عنوان یه عادتی شده بود که معمولا 3 تا از وزرای کلیدی رو که وزیر امور خارجه و وزیر خصوصا اطلاعات و وزیر خدمتتون عرض کنم که دفاع رو رهبر همیشه نظر داشت که با نظر رهبری باشه، یعنی که دنبال این. ولی اخیراً این سالهای اخیر به اصطلاح خواسته های رهبری یک مقدار از این 3 تا وزیر هم گسترده تر شده، یعنی روی وزیر کشور، وزیر آموزش و پرورش و وزارت علوم و وزارت ارشاد رو هم سعی میکنه که نظر بده و با اعمال ایشون کابینه تشکیل بشه. ولی این خب قطعا ما میدونیم که به هر حال تو قانون اساسی چنین چیزی وجود نداره و بر اساس عادت و رویه‌ای که شکل گرفته از رؤسای پیشین، رئیس جمهورهای پیشین، این رو هم خب آقای روحانی هم خب قطعا بر اساس رویه این کار رو میکنه. ولی از اینجا که گفته شده که لیست کامل رو پیش رهبری برده و ایشون نظر داده، خب ایشون به نظرم فکر نمی کنم این درست باشه و آقای روحانی یه سیاستمداری که قطعا میخواد که کل لیستش در مجلس رأی اعتماد بگیره. این خبرها رو برای تو انتشارات منعکس کردن که کل لیست نظر رهبری اعمال شده که قطعا توی مجلس کل لیست رأی بیاره و هیچ اعتراض روی این قضیه وجود نداشته باشه و تمام وزراش رأی اعتماد بگیرن. ولی خب قطعا وزرای کلیدی که همون وزیر اطلاعات و وزیر امور خارجه و وزارت دفاع باشن، طبق روال گذشته با نظر رهبری هستش. ما دفعات قبل هم داشتیم که روی وزیر ارشاد وزیر اطلاعات حتی یک مقدار بین دولت قبلی، یعنی دولت آقای احمدی نژاد و رهبری، یک مقدار به اصطلاح کانکت و به اصطلاح چالش هم وجود داشت. وزیر اطلاعات قطعاً تاکید رهبری روی این قضیه هست که باید اعمال نظر بکنه و این موضوع و که قطعاً هم همینطوره، یعنی با توافق رئیس جمهور و رهبری شکل میگیره. به هر حال این انتظاراتی هستش که رهبر از رئیس جمهور داره و رئیس جمهور عملاً مستقل نیست در کابینه که بخواد تشکیل کابینه بده. این نظرات رهبر رو بر اساس رویه گذشته اعمال میکنه توی کابینه. همونطور که اشاره کردید تقریبا شاکله کابینه، حالا این وزارتخونه هایی که نام بردید 5-6 وزارتخونه که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که با مباحث فرهنگ و هنر و سینما و به هر حال جامعه جوان ما، وزارت علوم بحث دانشگاه، اساتید دانشگاه، دانشجویان، دانش آموزان در وزارت آموزش پرورش، مدیران این وزارتخونه ها و
خب به تبع حالا وزارت دفاع، امور خارجه، سیاست‌های خارجی، وزارت کشور، این وزارتخونه‌هایی که نام بردید، مدیران این وزارتخونه‌ها عملاً با توجه به این تفسیر یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم با نظر رهبری دارن به هر حال انتخاب میشن. به نظر شما چقدر از کابینه و اعضای این کابینه نیازها و اون خواستهای مردم که با اون جمعیت در روز 29 اردیبهشت 24 میلیون رای به آقای روحانی دادن رو متبلور خواهد ساخت یا خیر؟ و آیا اون خواستها در این کابینه دیده خواهد شد یا خیر؟ چقدر فکر میکنید اینها به تحقق رای سلبی بوده؟ یعنی مردم حتی به حال چون آقای روحانی به عنوان یک نماینده واقعی اصلاح طلب نبوده، بعد رای سلبی بوده که مردم می‌خواستن که آقای رقیبشون رو جنای اصولگراها رو به حال حذف بکنن. روحانی یک فرد میان روی بوده و به حال اصلاح طلبها هم چاره‌ای نداشتن که بهشون حمایت کنن. قطعا خود آقای روحانی هم این رو درک میکنه که به حال مردم اگر به سمت شما 24 میلیون بهش رأی دادن دلیل بر اینکه محبوبیت یا به اصطلاح پایگاه مردمی آقای روحانی نیستش، این رأی سلبی بوده. ولی خب انتظاراتی که خب به حال جناح اصلاح طلبها به عنوان نمایندگی از مردم دارن و از آقای روحانی میخوان، خب قطعا اعمال همون نظراتشون در کابینه هستش. به هر حال باید کابینه این شکل بگیره که پاسخگوی مطالبات مردم باشه. ولی علیه حال جناح مقابل وزارت جناح مقابل قوه قضاییه رو به عنوان شمشیر داموکلس در دست داره که همیشه از این شمشیر داموکلس در روز مبادا ها استفاده میکنه. ما دیدیم که فرض مثال الان آقای حسین فریدون برادر رئیس جمهور، حالا کاری نداریم که ایشون به هر حال فاسد مالی بود، اختلاسگر بود یا فساد مالی داره یا نه، ولی به هر حال یه پرونده‌ای که براش تشکیل دادن این برای به عنوان فشار به رئیس جمهوره که جناح مقابل تشکیل داده و درست در زمان میاد این آقای فریدون رو میذاره زندان که قراره که کابینه تشکیل بشه، قراره که آقای روحانی کابینه‌اش رو تنظیم بکنه و خب اون فشار رو بهش میارن و آقای فریدون رو میندازن، حسین فریدون رو میندازن بازداشتگاه و زندان تا اینکه بگن آقا ما باید نظرات ما رو هم در کابینه اعمال کنیم. قطعا خود رئیس جمهور هم در دوراهی قرار میگیره با فشارهای زیادی که از طرف جناح مقابل داره و چند وقت پیش هم که چند تا از سران سپاه هم با ایشون یه ملاقاتی داشتن و این فشارها بر رئیس جمهور وارد میشه و قوه قضاییه هم به عنوان همونطور که خدمتتون عرض کردم به عنوان یک ابزاری در دست جناح مقابله که هر وقت بخواد این رو به عنوان ابزار استفاده میکنه و فشار استفاده میکنه بر دولت و حتی دگراندیشان و اصلاح طلبان و غیر ذالک. قطعا کابینه ای رو که آقای روحانی قراره که شکل بده باید به هر حال مجبور، چاره‌ای نداره که به هر حال هم این که نظر اصولگراها رو جلب بکنه، هم اصلاح طلبها رو و هم این که به هر حال بخشی از میانه ها رو جلب بکنه که بتونه تشکیل. حالا البته این دوره به نظر نسبت به دوره قبل یک مقدار متفاوته که این دوره به هر حال مجلس همراه تر هستند در نسبت به دوره قبل. دوره قبل خب مجلس همراه با رئیس جمهور نبودن و این دوره خب مجلس بیشتر همراه هستن با رئیس جمهور و ایشون در این دوره بهتر میتونه به هر حال کابینه رو شکل بده. اونجوری که ما الان دریافت کردیم چیزی حدود 50% کابینه قراره که تغییر بکنه، 50% هم افراد سابق هستن. ولی به هر حال جناح مقابل هم این قضیه رو میدونه و درک کرده و صحبت از همراهی نماینده ها در این دوره شد که بیشتر خواهد بود گویا و شنیده شده نماینده ها هم رایزنی هایی داشتن و هر حال سهم‌خواهی هایی شنیده شده از فراکسیون های مختلف. فکر میکنید تا چه حدودی اینها بر روی نظر آقای رئیس جمهور تأثیر میذاره جهت معرفی اعضایی که به هر حال نماینده ها هم شاید روی اونها نظرات مثبتی داشته باشن
و نهایتا فکر میکنید که آیا کلیت کابینه رأی اعتماد رو خواهد گرفت یا خیر؟ من فکر میکنم که اکثریت کابینه رأی اعتماد خواهند گرفت. احتمال داره که همه اعضا رأی اعتماد بگیرن. این بستگی به لابیگری خود دولت با مجلس داره. به هر حال من فکر میکنم که این دوره مجلس همگام هستش با دولت و مشکل خاصی نخواهد داشت، هرچند که آقای روحانی تصمیم گرفته که این مسائل رو با رهبری هم در جریان بذاره، یعنی در واقع یعنی رأی اعتماد رو از رهبری هم بگیره که در مجلسی که بحثی وجود نداشته باشه در این موارد. و میبینیم که پیشاپیش این مسئله مطرح شده که کل کابینه رو با نظر رهبری هماهنگ کرده، که البته خب دفتر رهبری دیدیم که تکذیب کرده این موضوع رو، ولی این به این معنا هستش که شما دیگه تو مجلس باید رأی اعتماد رو بدید وقتی که با نظر رهبری برای کابینه چیده شده. و من فکر میکنم که این دوره با توجه به که لیست امید اکثریت مجلس رو تشکیل میدن و همگام با آقای روحانی هستن، مشکلی نداشته باشه برای رأی اعتماد و قطعا رأی اعتماد رو همه اعضاش در مجلس بگیرن. آقای روحانی هم در صدد این هستش که تمام لابیگری ها رو قبل از ارسال لیست به مجلس انجام بده که در اونجا دیگه مشکلی نداشته باشه. قطعا میبینیم که الان واقعا داره همین برنامه ها داره شکل میگیره، این لابیگری ها شکل گرفته و فراکسیونیان مجلس هم به هر حال پشت قضیه یه ارتباطاتی دارن و کسی سمخواهی یا خاص خودش رو داره و عمده سمخواهی که اینجا دارای چالش است برای روحانی جناح اصولگرا هستش که چند وزیر رو باید به اصطلاح معرفی بکنن به آقای روحانی که ما حتما باید این رو ما اگه قراره کل لیست رأی اعتماد بگیره اینه که باید لحاظ بکنی و به اصطلاح نظرات ما رو برای چیدن کابینه. و این یک مقدار کشمکش‌های وجود داره به نظرم بین دولت و جناح مقابل، و چون جناح مقابل اقلیت هستن زیاد مشکل خاصی برای روحانی وجود نخواهد داشت. الان عمده مسئله روی وزیر اطلاعاتش، اون بحثایی که حالا میگفتن آقای انصاری یا کسای دیگه قراره که مطرح بشن برای وزیر، یا آقای مصلحی، آقای یونسی، و اینا هنوز مشخص نشده، هنوز چیزی شفاف نیستش که مشخص بشه که وزیر اطلاعات کی هستش. یک مقدار به نظرم اینطور پیش میاد که پیش بینی میشه که بین رهبری و آقای روحانی بر بحث وزیر اطلاعات هستش که بین آقای علوی، یونسی و انصاری حتی اینا مطرح بودن برای وزارت اطلاعات. و حالا من دقیقا نمیدونم این قضیه الان حل شده یا نشده. به هر حال به نظرم رأی اعتماد رو خواهند گرفت. و اون چیزی که حالا من یه موضوع رو فراموش کردم که در مورد سوال قبلی شما مجبورم که اینجا بگم، اینه که انتظار جامعه ما این بوده که حداقل یه وزیر زن رو توی کابینه داشته باشه، که ما حتی فکر می‌کردیم خانم ملاوردی رو ایشون برای وزارت آموزش پرورش انتخاب کنه، که عملا دیدیم اینطور نیستش. اتفاقا من پریروز داشتم با یکی از این اعضا صحبت می‌کردم، هیچ زنی توی کابینه بوی تو لیست نیستش و به عنوان معاونت به کار گرفته باشه، معاونت اول و دوم ممکنه میگه در نظر بگیرن، ولی توی وزرا نه، در کابینه هستن ولی به عنوان وزیر نیستن. و این انتظاری بوده که حداقل ما از آقای رئیس جمهور داشتیم، یعنی حداقل جامعه مردم ما از رئیس جمهور این انتظار رو دارن که حداقل یه وزیر زن انتخاب کنه، که متاسفانه می‌بینیم که اینطور نشده. خیلی ممنون. منم از شما سپاسگزارم بابت